دادگاه شهر کنی-بادام 4 پسر مرد را موظف کرده است که به پدر خیش هر ماه الیمنت و یا مبلغ برای پرستاری پرداخت کنند. آیت الله رحمتزاده سردار ریاست خدمات اجرایی ولایت سوخت روز 28 آگوست سال 2024 در مصاحبه با آزیا پلیوس از این ساکن شهر کنی-بادام ام نام برده گفت که او توسط دادگاه از 4 فرزندش الیمنت خواسته است. این پسران سالهای آخر پدر را پرستاری نمی‌کردند. این پدر هم با علت پیرانسالی نمی‌تواند زندگیش را مستقلانه پیش برد. به این دلیل او از بالای 4 پسرش به دادگاه شهر کنی-بادام شکایت برده است، گفته است آیت الله رحمتزاده. بنا به اطلاع رحمتزاده دادگاه طلب این مرد را قانع کرده پسران را موظف ساخته است که به پدرشان هر ماه 150 سامانی جمع 600 سامانی الیمنت پرداخت کنند. در عموم افزود آیت الله رحمتزاده ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت در دوام سال جاری 7 قرار دادگاه در مورد رویانیدن الیمنت از حساب فرزندان به منفعت پدر و مادر و یا بابا و بیبی آنها عملی ساخته است. چون این آمار در سالهای قبل رسانه‌ای نمیشد و سبب این را آیت الله رحمتزاده به عرف و عادت تاجیکان ربط می‌دهد. معمولا الیمنت به معنای پول دانسته می شود که بعد از هم جدا شدن زن و شوهر اساساً شوهر باید برای نگهبانی فرزندان مشترکشان به همسر سابق خود پرداخت کنند. اما موردهای نیز است که دادگاه‌ها فرزندان را برای پرداخت الیمنت به پدر و مادر و حتی به بابوی و بیبیشان موظف می‌کند. خدمات اجرای حکومت تاجیکستان اخیراً در حساباتش گفته بود که فعلاً بیش از 400 نفر برای سرکشی از پرداخت الیمنت تحت جستجو قرار دارند. در نیمه اول سال 2024 به ضد آنهایی که از پرداخت الیمنت سرکشی می‌کنند 128 پرونده جنایی گشودند. طبق قانون‌های تاجیکستان برای نپرداختن الیمنت همچون جزا و جریمه و تا 3 سال حکم زندان پیش بینی شده است.